مرکز ولایت خطلون نیز از صبح بروقت فضای مناسبی ادامه داشت و شروع از ساعت 6 صبح این چاره‌بینی مهم سیاسی انتخابات پرزیدنت جمهوری تاجیکستان آغاز گردید. ساکنان شهر بختر گروه با لباس‌های زیبای ادانه و روحیه بالیده به участкаҳои انتخاباتی آمده طبق طلبات و مقررات کمیسیای مرکزی انتخابات و رایپرسی جمهوری تاجیکستان به نامزد ارزنده خویش آواز می‌دادند. در همه участкаҳои انتخاباتی شهر بختر تدبیرهای پیشگیری از پنجشوی بیماری‌های سیرویتی راه‌اندازی کرده شده. طبیبان بیمارخانه شهری حرارت بدنی هر یک انتخاب کننده را از نظر گذرانیده دستور آنها را با مواد آنتیسپتیکی بی‌ضرر می‌گردانند. برای آوازدهندگان تمام شرایط مساعد فراهم ساخته شده بود. امروز چون همه اعضایان جمعیت در انتخابات پرزیدنت جمهوری تاجیکستان اشتراک کرده شدیم و نامزدی ارزنده خود را انتخاب کردیم و امید داریم که در آینده تاجیکستان عظیم و گلگلشکفان می شود. انتخابات کفیل پایداری صلح و ثبات در جامعه است. در جمهوری تاجیکستان کارهای آمادگی به انتخابات پرزیدنت جمهوری تاجیکستان از نیمه اول ماه آگوست شروع گردیده. در همین زمینه تمام حوزه و участкаҳои انتخاباتی به این معرکه مهم سیاسی آماده کرده شدند. برای قشرهای گوناگون جامعه شرایط مناسب آوازدهی و وارد شدن به участкаҳои انتخاباتی تشکیل کرده شد. در ولایت خطلون 25 حوزه و 1096 участкаи انتخاباتی تشکیل کرده شده. شماره آوازدهندگان 1,717,903 نفر را تشکیل می‌دهد. از جمله 31,674 نفر جوانان بار اول در این چاره‌بینی شرکت ورزیده موقع شهروندی خود را معین می‌کنند. عبدالرزاق عزیز و عبیدالله قادر، ولایت خطلون، اخبار.